13 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی در مراسم معرفی ارکستر کودکان و نورسان مؤسسه دولتی ارکستر دولتی سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اشتراک نمودند. در برنامه کنسرتی بخشیده به معرفی ارکستر کودکان و نورسان مؤسسه دولتی ارکستر دولتی سیمفونی اثرهای کمپوزیتوران تاجیک و جهان با اشتراک خوانندگان کالج و مکتب‌های مخصوصی موسیقی جمهوری تاجیکستان از قبیل کالج صنعتی به نام احمد باباقلوف، مکتب اینترنت میانه مخصوصی موسیقی جمهوری به نام زیادالله شهیدی، مکتب اینترنت میانه مخصوصی صنعت جمهوری به نام میرت‌الله عطایف اجرا گردید. در نخستین کنسرت هنرمندان نورس ارکستر دولتی سیمفونی شعرهای شاعران محبوب شناخته کشور محمد غایب، نظام قاسم، جمال الدین کریمزاده و دوران دولت در وصف تاجیکستان، مادر، دوشنبه و آهنگ‌های کمپوزیتوران جهانی موزارت، بتهوون، کمبیز مژدهی، آهنگسازان تاجیک فرهاد زکیر، عبادالله مشرب، سیدقل بلالوف، امیربک موسیزاده، دلیر تیلویف، شهرت اشورف و بختاور دولتوف با صنعت والا اجرا کرده شد که از طرف اشتراکداران چهاربینی با کفکوبی‌های پرموج استقبال یافت. مورد ذکر خاص است که ارکستر سیمفونی کودکان و نورسان در هیئت کودکان و نورسان لیاقتمند به حیث ذخیره کادرهای اکادمی صنعت با اقدام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 7 اپریل سال 2024 در نزد مؤسسه دولتی ارکستر دولتی سیمفونی تأسیس داده شده بود. حالا تعداد هنرمندان این ارکستر سیمفونی 78 کودک و نورس را تشکیل می‌دهد. مؤسسه دولتی ارکستر دولتی سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان باشد. با اقدام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ماه آگوست سال 2016 تأسیس یافته بود. ارکستر کودکان و نورسان با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد برای شناسایی با عالم موسیقی کسبی، تربیت استعدادهای جوان در ساحه صنعت موسیقی، بلند برداشتن مهارت کسبی، تقویت بخشیدن به هنر بلند اجرا کنندگی و رشد قابلیت نوازندگی جوانان تأسیس داده شده است. باید گفت که اکثر هنرمندان امروزه غالبان آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزی من و فروغ صبح دانایی کتاب است می باشند. هنرنمایی والای این هنرمندان نورس بار دیگر ثابت می نماید که اقدام های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دایر به اعلان و راه اندازی چنین آزمون های جمهوری که هدف اصلیشان دریافت و کشف چهره ها و استعدادهای نو در میان کودکان و نورسان می باشد، میوه های شیرین به بار آوردن و منبت هم خواهند آورد. یادآور باید شد که با دستگیری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ارکستر دولتی سیمفونی با اسباب های معاصر تاری، نفسی و ضربی و نوازندگی خاص و بینای علاهیده تأمین گردید. بنا با طرح زمانوی و مطابق به فعالیت ایجادی مؤسسه تعمیر کرده شده از ابتدای سال 2018 رسما به استفاده داده شد. حالا به هیئت ارکستر زیاده از 127 مطرب و متخصص جوان ختم کرده مکتب‌های موسیقی کسبی داخل و خارج جلب کرده شدند. با مؤسسه دولتی ارکستر دولتی سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مطربان کسبی تخصصی از حساب ختم کردگان کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلبشاه ستاروف، دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسنزاده و کالج و مکتب‌های مخصوصی موسیقی جمهوری تاجیکستان در اساس آزمون شامل گشتند. ارکستر دولتی سیمفونی در طور فعالیت خود به شهر و ناحیه‌های کشور و به دولت‌های خارج از جمله به فدراسیون روسیه، جمهوری بلاروس، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری‌های قزاقستان، ازبکستان و آذربایجان سفرهای هنری انجام داده است. بعد انجام برنامه نخستین کنسرتی ارکستر کودکان و نورسان مؤسسه دولتی ارکستر دولتی سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رهبر دولت محترم امامعلی رحمان به هنر و استعداد رامشگران بهای بلند دادند.
ضمن صحبت صمیمی با اهل هنر سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای انتخاب و تعلیم و تربیت کادرهای جوان و آینده‌دار ساحه و سهمگذاری در رشد فرهنگ کشور به مسئولین دستور و توصیه ها دادند. من دیریژور ارکستر کودکان و نوارستان نزد دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دولت بختیوار میباشم. امروز نخست نمایش یعنی نخست برنامه رونمایی کنسرت ارکستر سیمفونی کودکان و نوارستان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که با تشبث اساسگزار شورای وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان این ارکستر تشکیل شده است. برنامه را پیشنهاد نمودیم و تاثیرات ما از کنسرت خیلی که همه با مگان معلوم است. محترم جناب عالی به نهایت به خوب دادن و در آینده نیز تاکید کردن که برای پیشرفت صنعت موسیقی کسبی در فرهنگ موسیقی تاجیک سهمی با سازی خویش را همچون جوان ایجادکار و دیریژور گذاشته باشه. Я Бахромова Тамано. Сегодня пела на презентации детского симфонического оркестра при президенте Республики Таджикистан. И очень рада, что сейчас есть большие возможности музыкантам развиваться, как молодым, так и взрослым. Я была счастлива выступать здесь и стать частью этого праздника, где у молодых музыкантов была возможность проявить себя на сцене, поблистать на сцене и показать свое мастерство. Также мы услышали много напутственных слов от уважаемого президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Будем стараться развивать культуру музыки в нашей стране.